زندگی دشمن شما نیست، اما طرز تفکر شما میتواند دشمن شما باشد. درود بیننده عزیز، باز هم برنامه صحبت روانشناس هست و باز هم مهمان برنامه ما هستم معلم عزیز روانشناس مریم دولت. خوش آمدید دوستان عزیز. امروز موضوعی که ما انتخاب کردیم ترس است. ما درباره ترس صحبت میکنیم. ما از چی میترسیم؟ برای چی میترسیم؟ چه از ترس؟ ترس از چی شروع میشود و چی آورده میرساند؟ چرا ما حتی از سخن گفتن هم میترسیم؟ ترس از نگاه روانشناسی چه است؟ ترس اصلا یک احساسات بنیادی ماست و رسالت های خودش را دارد. ترس اگر نباشد، مثلا ترس مرگ نباشد، شما راه ماشین هم نمیشناسید، آشنای بلند هم نمیشناسید، از اون بلندی خودتون میپرید و چیزهای دیگر میتوانند رویتین. یعنی وظیفه بنیادی ترس حفظ جان انسان است و ترس بنیادی هم ترس مرگ است و همه ترس های دیگر اگر پیچیدن گشتن گیرید اگر بازم برمیگردد به همون ترس مرگ. ما از مرگ میترسیم و اگر که ما با مرگ جوره شویم، به صورت مرگ بشناسیم، شاید فقط بخش حفاظتی جان امروزه ما، همین زندگی ما باقی میماند و ترس های دیگر از بین میروند. در حالت های دیگر ما ترس ها رو در روند زندگی خودمون، اون ترس بنیادی که هست اون در جایش میماند همچون آهن ربا، و در اطراف اون، در بالای اون ترس های دیگر رو در روند تربیه علاوه میکنیم. مثلا در روند تربیه زندگی، اگر زندگی روزگار تاجیکانای خودمون رو بگیریم، در یک عائله بعد قد اگر اهمیت کدام کلمه رو ما از همه بسیار استفاده میبریم؟ نکن، نسبت کودک، نکن، نرو، ندو، نگیر، میغلطی، دستت میبری، لباس چرکین میکنی، روغن میریزانی، دسترخون و افلاس میشه، دسترخون داغ میزنه، این داغ نمیره. یعنی ما این چیزهایی است که هر روز بارها بعضا خودمون درک میکنیم، بعضا خودمون درک نمیکنیم که با کودک چی میگیم. شما آغاز کردید گفته زندگی دشمن شما نیست، ولی ما با کودک چی میگیم؟ زندگی دشمن توست و این کودک همیشه از همه چیز میترسد. خوش یک چیز دیگر است، مسئله اون که کی بسیارتر میترسد اگر بگیریم، هستن انسان هایی که طبیعتا آدم با غیرتن. خب اگر از روی مزاج ها بگوییم، مثلا یا که از روی گروه خون تقسیم کنیم، اینجا هم چیزهایی هستن که انسان با اون به دنیا می آید. مثلا انسان خونگرم هست، انسان خون سرد هست، طبیعتش همین است. اگر اون تقسیمات شرطی رو که بگیریم که فلگماتیک و سانگوینیک و خالریک و ملانخولیک است، اگر اینها رو اگر بگیریم، اینا البته شرطی هستن. یک آدم میتونه در حالتهای گوناگون از در حالت همین مزاج ها رو از خودش نشون دهد، ولی یک مزاج یک چیزی عمومی بنیادی خودش است که در اونجا بیشتر قرار میگیره. خود در سن سال گوناگون هم بعد اینها تدریجا تغییر مییابند و در آغاز اگر سانگوینیک یا خالریک باشه، بعدا میشه که در سال اندک وزن‌تر میشه، عقلمون زیادتر میشه، به فلگماتیسم نزدیک میشیم. اگر خسته باشیم و ملانخولیک میشیم، این دنیا معنی ندارد، هیچ چیز ارزش ندارد و غیره ها کسا. این تغییر مییابد تیپ تمپرامنت آدم؟ بله تمپرامنت، بله این یک بخش زندگی ماست. ما با این تولد میشیم. مثلا یک کودک تولد میشه با رنگ زرد موی، با موی جنگله تولد میشه. موی جنگله این مجاز گرم است، زیرا موی در آتش میپیچد، این گرمی درونش است. یک آدم است که مثلا بعضا میگن که تا قهر سیاه میبیاید زرد میکفد. آدم زردینه هم آتشین است، رنگ مویش از آتش خبر میده. و اگر که ما در مورد ترس هم این چیزها هر کدامش زیادتر یا کمتر تاثیر خودش دارد. یک کس زیادتر میترسد، یک کس کمتر میترسد. ما با اون روند طبیعی حاضر دخل نمیکنیم، با اون چیزی که ما روانشناسان یا که ما پدر و مادران، معلمان، اونهایی که ما در روند تربیت کودک تاثیرگذار هستیم، ما باید چیکار باید کنیم که اگر که ترس بنیادی فقط همون ترس مرگ باشد، ترس‌های دیگر با اون علاوه نشوند. پیش از همه خودمون باید آدم ناترس باشیم.
زندگی کودک، آموزش کودک از تقلید سر می شود. هر کاری پدر و مادرش میکنن کودک اون رو تکرار میکنن. بسیار وقت میگن مثلا مردم سخت از گیلماندن که کودک با تلفن چسبیده است، فلان شده است، چنان شده است، بوهیمه میکنیم، میترسونیم همدیگرمون رو. ولی این کودک باید چگونه از تلفن بیرون رود؟ وابستگی تلفن در ضمیر او نشینه. وقتی که ما خودمون با صحبت میکنیم به تلفن از در آمدیم، اگر که یک تخچه بلند داشته باشیم تلفن همونجا مونیم، میگیم که تمام من از در آمدم، تو مردی، تو با من دیگر نیستی، کودک من چه در دست من نبیند. و عیناً همین چیز در روند زندگیش هم هست. مثلا در خاندانی که پدر و مادر اهل نیستند، بین خودشون با صدای بلند صحبت میکنند، پدر نسبت مادر ظلم میکند، یا که مادر با صدای بلند فریاد کشیده صحبت کردن، در حالت استریکی بسیار قرار میگیرد، زیرا مشکلات روانی دارد. در اون خانه کودکان یا سخت ترسانچکند یا سخت سرکشند. این خیلی کودکان ترس اعتراف نمیکنند. اینها از خطر خودشون را امین داشته نمیتوانند. سرکش ها اینها مشکل خودشون دارند. ترس در اون معیار معین باید باشد. معیار معین دارد. محبت معیار ندارد، ولی ترس معیار دارد. اگر که ترس رو با کودک در همون موردی که جانش در خطر است با فهمونده توانیم، ما بگیم که در اون حالتی که ترسید علاقه او رو باید دستگیری کنید، محبت دید، نوازش کنید، در بغلتون گیرید، گویید که نیست، هیچ چیز نیست، من اینجا با تو هستم، من تو رو همیشه حمایت میکنیم. در پدر و مادر نمایندگان خداوند برای کودک هستند. نخستین قدرتمندترین انسان ها در روی زمین برای کودک این پدر و مادرشان هستند و همین ها میتوانند نیرو بدهند، غیرت بدهند و همین ها میتوانند ترس بدهند. و یک چیز دیگر خیلی مهم است برای تربیت فرزند، برای تربیت فرزند سالم و با غیرت که به خوشبختی نائل شده میتواند. خوشبخت بودن هم غیرت میخواد. قدم ها رو برای خوشبختی ماندن هم لازم است، وگرنه خود به خود خوشبختی به سر ما هم تو نمیریزد. کیست سرچشمه خوشبختی فرزند و جرأت فرزند؟ مادرش است. و این مادر رو کی قدرتمند و توانا میکنه؟ مردان اولاد. مردان متقا هستند و این دخترک از هیچ چیز نمیترسد. بداند که مشکلات او را نفری هست که حل میکند، نفری هست که او را حمایت میکند. وقتی که دختر در زیر سرپرستی محبت و مهربانی پدر و دیگر مردان اولاد تربیت می‌یابد و خیلی آدم آرام و آسوده و ناترس میشود. ناترسی مردان و زنان از همدیگر فرق میکنند. ناترسی زن همون خاطر آسودش است که امروز مرد خانه غذای خانه را میبرد، اگر زن خانه‌شین باشه نمیترسد که بچه‌م گوش نمیماند. اگر خسته باشد میداند که شوهرش میبیاد، سرش سیله میکند، مهربانی میکند، از پیشانش بوسه میکند، میگه که جون من خسته شدی، این من اومدم، من اندک با کارت یاردم میکنم. ها با کودک مشغول میشود. اگر خودت یک دم ندم گیره، من میرم برای یک چوب چای دم میکنم. ولی ما این چیزها رو در روزگار تاجیکانه بسیار کم میبینیم. و زن در تمام جهان و قسمت ملت‌های دیگر هم همین چیزا دارن، در ما شاید بیشتر باشد. زن همیشه در حالت زیر فشاری قرار دارد. همیشه در حالت نیمکالا گناهکار است. در همه حالت همین زن گناهکار است. ما مسئولیت‌های زیاد رو به سر زن میمونیم. میگیم که اول زن و آخر زن، آنگاه زن و مرد میگیم. اما ولی خودمون نیروی زن رو اعتراف کردن رو میترسیم و اون قوت دادن رو میترسیم. کوشش میکنیم که اون رو همیشه سرکوب کنیم. و انا همین زن مادر فرزند ما میشه. اگر دخترک ترسانچک باشد، در زمان کودکیش ترسیده باشد، ترس از ضمیر رو بیرون نکرده باشد. مثلا در این پسیکولوژی یک چیز عجیب است. میگن که یک زن جوان اگر 3 سال پیش از حامله‌دار شدنش ترسیده باشد یا یگان حالت اضطراب و گرفتار شده باشد، عافیت نگرفته باشد، هنگامی که در بطنش کودک پیدا می شود، کودک یک قطره از پدر می گیرد، باقی مانده همه چیز رو از جان و روان و بدن مادرش می گیرد. و این نه تنها اون غذای است که مادر می خورد، این غذای روانی هم هست. اگر مادر ترسانچک باشد، فرزندی او در ضمیرش اون ترس رو می گیرد. و خدای نکرده
اون ترسی که پیش بود 3 سال پیش بود. باز هم در دوره حامله‌داری 9 ماه و در دوره که کودک مادر رو میمکاند و دوره دیگر تو 12 سالگی بعضا میگن که کودک در داخل نیروی مادر است. این مادر ترس های زیادی در ضمیرش داشته باشد، شما از او کودک قهرمان پیدا کردنتون بسیار مشکل میشه. ما ترس معلمه همچون یک پدیده منفی میشناسیم، اما معلمه آیا ترس نیز میتونه منفیت داشته باشد؟ منفیت ترس همون چیزی که در آغاز گفتم، اون ما رو از خطرها آگاه میکند. یعنی حالت هایی است که انسان خودش رو باید حفظ کنند. یگانه منفیت ترس همینجا است که ما با اون کودک بفهمانیم که اینجا خطری هست. آگاه بودن از خطرهایی که تو قدرت از آن عبور کردن، قدرت خود رو از آن یمین داشتن داری. اینجا یگانه خدمتش همین است. در حالتهای دیگر ترسایی که همچون اندوه علاوه میشوند، ما با مغز کودک با این یا اون اصول جای میکنیم و عافیت نمیبخشیم با اون کودک. این ترس میتواند در آینده با تمام روزگار آینده و با تمام رفتارش، با تمام مناسبت هایش تاثیر کند. این یک زهر می شود که به زندگی و همیشه یک قطره چکیده می ایستد. مثلا من یک مثال داشتم، یک نفر رو ما چند دور دراز با او صحبت کردیم، کار روانی داشتیم و یک ترسش رو ما وقتی پیدا کردیم، این یک دوره دور دراز بعد پیدا شد و ضربه های روانی دوره پیشینه‌ای که در ضمیر ما است، خطرش اون است که آنها خیلی قوی و چی میگن خبر نیستن، رو خودشون رو رست میکنن. انسان اون رو رست میکنه، از خودش رست میکنه. زیرا شما خوب گفتید که ترس رو ما همچون احساس منفی اعتراف کرده ایم، اون رو در روزگارمون جای دادن نمیخواهیم. وقتی که ما جستجو کردیم، ترس این زن 40 ساله امروز که در لیفت سوار شدن براش مشکل است، از خانه تا جای رفتن به تنهایی براش مشکل است، یک زنی که در شهر کلان زندگی میکند همیشه براش این مشکلات دارد. وقتی ما جستجو کردیم، این ترس یک دوره کودکیش 2 ترس داشته است. یکی وقتی که از جای شبانه از در ده زندگی میکردن، از خانه خالش به خانهشون وقتی برمیگردن، یک بار رعد و برق میشود، باران سیل میبرد و اینو 2 کودک بودن و کودک ها میترسن و به خانه وقتی که برمیگردن درباره ترسشون نمیگویند و یک نفر کلان سال هم مخلش نمیگذارد که شما در تنهایی اومدید بکن نترسید و ترس همون زمان از زمین کودکان نبرآوردن. در جای دیگر در یک خانه تنها یک کودک دیگر نزدش میگذارن، میگن که کودک با نگاه کن، پیش همراه کودک باش که اگر بیدار شود تو یک گهوارش چه مونده استی، در خانه چراغ در گرفتگی بس، این در پشت گهواره کودک خواب میبرد، کودک کلان تر. یک نفر میدارد که چراغ در گیرون نمیدونه که در کودک یک کودک در گهواره، یک کودک در پشت گهواره، این چراغ میکشد و این ترس در دلش میموند که مرا در تنهایی میگذارند. این جامعه، این انسان ها مرا حمایت نمیکنند. وقتی که ما این ترس رو بعد صحبت های دور و دراز از ضمیرش بیرون کردیم، اون ترس لیفت و ترس کوچه تمام شد. این ترس ها از اون سرچشمه آب میخوردن. یعنی وقتی که ما درباره آدمی کودک خرد وقتی که میترسد گریه میکند و آدمان کلان خردمند اگر در اطرافش باشن ترس از درونش بیرون میکنن. خب اصول های عادی تکنیک مقرری اتنوگرافی ما داریم. یعنی آدم رو از همون حالت ترس حالت ویرتوالی است. مثلا همون رعد و برق در کیم کجا است؟ مثلا این آدم آمده مثلا برق او رو نزده است، یک صدای بلند است، صدای رعد و آتش است در آسمان که کودک میبیند و ترس اون است که آتش به سر من میریزد. ولی در عکس این چیزای مجازی هستن، این چیزای کوانتی ناعیان هستن و وقتی که ما براش آب میپاشیم او رو به حالت امروزه برمیگردانیم. من اینجا تو نشسته، من اینجا این پیاله است، من اینجا انسان است، ولی اینجا خطری نیست. او رو امکان نمیدیم که همون ترس ویرتوالی در ضمیرش کاملا جای بگیرد و در نتیجه ما او رو وقتی برمیگردانیم دروش پنجه پوشیدن که آب خنک دادن که آب نوشد، او رو به اینجا برمیگردونه. ها من در اینجا هستم. چون که در رویا در خواب ما میترسیم، وقتی بیدار میشویم ما رو وقتی از بیدار میکنیم خیلی میگن خواب بود، این خواب بود، ما در داخل اون ترس نمیمونیم که ما بیدار میشویم به واقعیت برمیگردیم و در نتیجه اون ترس در جان ما خانه نمیکند. همه احساسی که ما اثر میگذارونیم در جسم ما، در حجره های بدن ما جای میگیرن اگر که اون رو ما سر وقت بیرون نکنیم.
هر یک عضو بدن ما در داخل خودش وقتی که ما در سن سال که بالاتر شد ما بسیارتر بیمار میشویم. این همان حسیات گوناگون است. حسیات منفی از رنجش است، اونجا قهر و غضب های سرکوب شده است. ما میتونیم ارثی گوییم؟ نه، اینا ما ارثی گفتن نمیتوانیم، زیرا که این میتواند در نتیجه حالت های مادر گذرد، ولی این همچون میراث نیست. ارثی چیزی است که شما از هفت پشتتون برای شما میبرد، رنگ پوستتون. اما چرا میگن که مثلا پدرش ترسو بود، این هم مثل پدرش ترسو است؟ پدرش ترسو بود و این پدر ترسو پدرش رفته است میگن، برای که اینها این پیوند نمیبینند. پدرش ترسو بود و این فرزند ترسونچه کلان کرد. پدر ترسو چی میگوید؟ نرو، نکن، نگیر. پدر ترسو در بیرون ترخص کرد، پدر ترسو یک قدم میپرد و کودک ترسی از پدرش میگیرد. این توسط نیروهایی که ما در هنگام همزیستی و همدیگر میدهیم میگذرد و توسط تربیت میگذرد. چرا بیشتر کودکان ترسو میشن؟ برای که کودکان ناتوان و ضعیف هستند. آنها میدونن که قدرتشون نمیرسد برای از بین بردن اون چیزی که به سرشون خطر میآید. این در سطح عقل نیست ولی در سطح روان هست. کودک وقتی به دنیا میآید آنقدر به حمایه است که اگر شما یک ساعت با این کودک مشغول نشوید یا تر شود یا گرسنه ماند، کودک بیمار می شود و کودک در این دوره میداند که سخت نیازمند حمایه پدر و مادر و ما کلان سالان است. اینا ما تربیت میکنیم. من وقتی که میگم که خواب رفت که از دکتر آمده مثلا سوزن بله این چیزا هم هست، این چیزا هم هست. بله اولا که گفتم که ترس یک بخش روانی ما هست، در اونجا چیزی خودش هست و ما با این میتوانیم تولد شویم. و حتی در هنگام تولدی از کودکی است که سخت تولد میشد، مشکل دارد، زور میبیاد مادرش و کودکی است آسان تولد میشد. این هم باز هم وابسته است به همون وضعیت در بطن مادر بودن کودک است. اگر مادر شما کودکان هستن که مثلا کودک 1 سال 2 ساله است که عموما ترس نمیتوند. حتی مثلا ما کودکای برای که با میتیم ملکه میتیم مثلا چونی که گرم باشد اگر یا کودک چونی که نزدیک کودک میگیریم یا دست کودک به چونی نزدیک میکنیم میگیم این گرم است، دست به این نرسون که میسوزی. ولی کودک از 10 بار دست چرسونه دفعه 11 خودش میبره چونی که داشتن میخواد. همه کودکا ترسو نیستن، کودکای با غیرت هم زیادن و ما باید به کودک ترس و غیرت بدهیم، به کودک ناترس خطرها رو نشون دهیم که در کجا میتواند و به خودش ضرر برساند. ترس از کجا شروع میشه؟ به کجا آورده میرسونه؟ کی میترسه؟ ترس از عقل. چون میگن نیرو نمیگیره در بعضی موردها که گوید که من امکان زیادتر دارم نمیترسم. برای که ما ترس رو از امیر انسان بیرون کنیم، اولش با همون ترس رو باید روبرو کنیم. باید بیند که ترس چیست. ما در کدام حالت ما در ترس در میمونیم؟ در حالتی که او رو اعتراف نمیکنیم. مثلا کودک شما گفتید که کودک میترسد. کودک نظر به آدم کلانسال صاف دلتر است، پاک وجدانتر است. دروغ نمیگه. ترس گریه میکنه. بله. ولی آدم کلان وقتی که میترسد ترسش نشون نمیدهد. کودک اقرار میکنه ترسش. میگه من ترسیدم. تو من ترسوندی میگه. ولی آدم کلان بسیار کم میشه. حتی اگر روز یک از پشت سرتون بیاد سر شما یک بزنه ترسیدم، آخه میگردید میگیدو نه همیشه قائل میشه که ترسیده. معلم برای اون که من قائل شم و بگویم که من ترسیدم، اون حسی ترس از من گم میشد، کم میشود. گپ در سر ایناست که همه چیز خصوصا احساسات روانی انسان پیش از همه اعتراف میخواهد. قهر و غضب، رنجش، ترس، همین چیزایی که به سلامتی ما ضرر داره، اینها رو اول اعتراف کردن لازم. با اونها چشم به چشم صحبت کردن لازم، گفتن لازم. من مثلا یک تکنیک عادی برای شما برای تماشابینان میگم. در حالتی که یک ترس پیدا میشه، از یک چیز ترسیدید، یک لحظه آرام باشید و نگاه کنید که ترس در کجای بدنتون است. بعضا در دلتون است، بعضا در یک جای دیگری بدنتون و البته پیدا شده همون. با اون نگاه کنید رنگش چه خیلی است، حجمش چه خیلی است، شکلش چه خیلی است. و حتی میتونید با او صحبت کنید. بگوید سلام، تو از کجا آمدی؟ تو رو کی دعوت کرد؟ چرا آمدی؟ این یک بخش روان شماست و او هم اعتراف میخواهد. وقتی که تو اگر صحبت نکنید فقط با دقت نگاه کنید همون جایی که اهمیته، آهسته آهسته تنک میشه
اگر رنگش سیاه باشد میبینید روشن‌تر میشد، کلان باشد میبینید آسته خورد میشد. اگر با او صحبت کنید میتونید بعد بگویید که تشکر که اومدید، تو برای خدمت اومدید، تو برای من حمایت کردن اومدی، من میدونم ولی من به حمایت نیاز ندارم، برای خدمت تشکر میتونید بروید. ببینید که معلم در این حالت ترس در جان شما خونه نمیکند. و چیزی که در مثال آوردم، اگر یک ترسی همین خیلی دوره قدیمه داشته باشد، کودک 10 سالگی، 12 سالگی، 5 سالگی، 6 سالگی نبر اومده باشد، بعد اون ترس زیاد شده رفتن میگیره، ظهور میکنه. بله، بعد در حالتهای گوناگون میبره. شما ببینید که معلم هم ترس های بیرونی هستن، یعنی ترس عامل های بیرونی دارد و عامل های درونی دارد و مانندی مثلا اینکه از شما وابسته نیست، ترس از دست دادن کسی، و ترس های داخلی که آینده چی می شود، من چی کار میکنم، بعد چی می شود، چی پیامدها دارد ترس، ما تا کجا میبرد. ترس پیش از همه ما رو ناکام میکند. اگر یک کودک رو دویم ترسونده باشن که کوچه نرو، تو جورا بازی نکن، جورا تو خوب نیست، جورا تو به خیانت میکند. او در زندگی ما آدمانی هستیم که در این مثال انسان مخلوق اجتماعی است. انسان به انسان‌های دیگر موفق شدن نمیتواند. اگر شما این جمله دعوت نمیکردید، ما صحبت نمیکردیم، تماشابینان نمیدیدن. ببینید یک صحبت دو نفره ما چقدر جامعه میسازد و انسان به این نمیتواند رشد کرده. ولی وقتی که یک دخترک یا یک پسرک رو دوگانه بازی نکن، جورا بازی نکن، میگیم ما با او میگیم عالم پر از خطر است، آدمان دشمن هستند، تو باید تنها باشی و او کامیاب نمیشود. او در بین جامعه صحبت کردن نمیتواند، خودش را نشان دادن نمیتواند، اون امکانیت‌های باطنی خودش رو، استعدادهایش رو، قدرت‌هایی رو که میتواند برای این جامعه خدمت کند، یکی از رسالت انسان به جامعه خدمت کردن است. او این رسالت خودش رو ادا کردن نمیتواند و او کامیاب نمیشود، خوشبخت نمیشود و هر نیرویی که ما صرف نکردیم اون ما رو از درون میسوزاند، ما رو کم میکند. و ترس یکی ضرر کلانش همین است که ما در جامعه انسانی خودمون که برای با اون خدمت کردن و از اون نیرو گرفتن به دنیا آمدیم، این رسالت انسانی رو ادا کردن نمیتونیم. و ترس ها البته شکل‌های گوناگون دارن. یک کس مثلا اگرافوبیا است، انسان در بعد جامعه در اومدن نمیتواند، از آدمان زیاد میترسد. ترس بلندی هست، مثلا انسان از با بالا نگاه کردن نمیتواند یا از بلندی با پایان نگاه کردن نمیتواند. ترس صحبت کردن است، مثلا انسان اگر تنها باشد در محیط خودشان باشد، در خانه‌شان آزاد صحبت میکنند. از بیرون برآمد، مثلا طلبه مکتب باشد، در صنف روبروی معلم یا طالب همصنفش صحبت کردن نمیتواند، یا زبونش میگیرد یا من صداش برآوردن نمیتواند. یعنی همین ترس های ما در شکل گوناگون به ما آمده است. اون ترسی که مثلا گپ زدن نمیتواند انسان در بین مردم یا فکرش بیان کردن نمیتواند، این در نتیجه اون پیدا شده است که بارها به صحبت او، به آواز او یا اعتبار ندادند یا بسیار گفتند که دمت گیر، آوازت نبرار. ما کودک وقتی تولد میشه یک سال انتظار میشیم که به استاد راهگردان شود، بعد تا 3 سالگیش انتظار میشیم، یاد میتیم، کوشش میکنیم که سخنگو شود. ولی وقتی که او بلبل میشد بعد میگیم خب کن و گپ کلانو کوش نشه، و گپ کلانو همراه نشه، بسیار گپ نزن، مثلا بسیار سوال نتی. وقتی که من با کاری بند هستم، مثلا من با تلفن صحبت کرده ایستادم یا که من نمیدونم یک کار دیگر از سرم درد کرده است، من مونده شدم، کودک با سوالش به نزد شما میاد میگه که ایرا اون طرف پیش چت رو اون درش میگه ایرا داده تگو روز دراز خدمت گپ زدیم. ما دهنی کودک به میزنیم، ما زبونش میبندیم و این کودک وقتی از خانه برآمد سخنگو نیست. یک چیز عجیب دیگر داره، ما در دوام که مثلا دوره نورسی، تو دوره انجام دوره نورسی فرزند، ما با اون نکنی بسیاری میگیم، ما درها رو میبندیم و بیرون برآمدن نمیمونیم. انا بعدی که جوان 22 ساله 23 ساله شد، مستقل نشد، بعد سخت میرنجه و 23 بعد اومدی خودت همین کارا بود کردن نمیتواند. شما ملکت دادید، شما بچه ملکت دادیم ترسوندید، از درس دیر نبیایی با ها، پیاده نبیایی ها، مشکا به سرودن با نشینی ها، این ها نیستن، اینا همشون نه هستن. مستقل نباش، تنها نرو، تنها دامنی من نداشتشین، اینو پیام همین خیلی هستن.
وقتی که دایم باید دامن پدرش و مادرش گرفته میشیند، برای موفق شدن یک مرد و یک زن از خانه بیرون چی لازم است؟ ملکه معاشرت با آدمان بیگانه لازم است. ولی ما اینها رو من کردیم. این ترس خودی پدر و مادرم هست که البته ما ترسای خودمون رو انتقال میکنیم به کودک. یک وقت من بیرون برآمدم و در بیرون رعد و برق شد، یا که نمیدونم یک ماشین سخت گذشت یا یک سکچه بدقهر اونجا او گفت من ترسیدم. و ما میایم به کودک، زمان این ترس دوره کودکی خودمون که عافیت نیافته بود و ما این رو به کودک میگذرانیم. و از نسل به نسل این ارثی نیست، ولی از نسل به نسل توسط تربیت و توسط نیروی زندگی که ما در داخل خودمون داریم آلوده است میگذرد. آیا واقعا ترس هم با حالتهای فیزیولوژی انسان ضرر میرسوند؟ وقتی که ترس شدید است، مثلا برابر این است که من این خانه اگر یک افسانه قدیمه روسیه است، سه خوک بچه‌اند، یک تاش خانه خوب میسازد، یک تاش خانه خسین میسازد، یک تاش خانه چوبی میسازد و گرگ میآمد پوف میکنه، خانه خسین پریشان میشه. ترس ان همون گرگی است که ان پوف گرگ است که خانه خسین پریشان کرد. اگر خانه شما استوار باشد، چون خانه خشتینی خوک بچه آخرین باشد، اگر گرگ هزار بار پوف کنه هیچ چیز نمی شود. اگر ما با کودک از آغاز غیرت های زیاد داده باشیم، او پیش روی مشکلات زندگی انم استوار میمونه. و اگر که نداده باشیم، همون داشتگیش هم کشیده گرفته باشیم، یک ترس میتواند بله انسان رو بیمار کنه. یک چیز دیگه هست، آگاهی از عیب ها. اینا میتواند باعث یکی از عامل های ترس خوش این ترس چی مو است؟ این ترس جامعه است. ما در جامعه میترسونیم. در جامعه این اصول عیب نام دارد. اینا نکن عیب است. عیب است یعنی آدمان تو رو محکوم خواهند کرد. اینا ما میرم با ترس مرگ میرود. اگر آدمو چه محکوم کرد، اگر قفا رویم تو دوره زندگی ابتدایی رویم، اگر که انسان تنها باشد از گرسنگی تشنگی میتواند مرد و با انسان برای اینکه نمرد جامعه باید کمک کنه. یک همسایه دارد، یک نفر به او میدهد. این جامعه اگر تو رو محکوم کرد، این جامعه به تو هیچ چیز نمیدهد و این باز هم میرود به همون ریشه ترس ریپتیلوید نمیرود که ما میگیم که اگر که همین آدم‌ها مرا حرمت نکردن من میمرم. در اصل از حرمتی از بی حرمتی یا قبول نپذیرفته شدن ما در جامعه امروز هیچ کس نمیمرد، ولی از بس که اونجا اون ترس بنیادی هست، این همون اگر که مانند است به ترهوت عنکبوت، وقتی که اینجا میلرزد این جنبش میرود به همون خانه عنکبوت از خونش میبرد. آن همون ترسی بنیادی هم میبرد. خب بیننده‌های عزیز، موضوع ترس ادامه دارد. یعنی ما در اینجا برنامه رو نقطه نمیگذاریم. در برنامه بعدی که هفته آینده در این روز پیش روی شما میگردد، حتما ما موضوع ترس رو ادامه میدهیم، چون خیلی سوال‌های هست، خیلی سخن‌های هست که باید گفت. حتما برای ما نویسید. پشت الکترونی ما در زیر اکران نوشته است. ما همیشه فعال هستیم و سوال‌های خود رو برای ما نویسید. ما حتما همراه معلمه به سوال‌های شما پاسخ خواهیم گفت. حالا تا دیدار در برنامه‌های بعدی. خیر.